مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک جنایت دزدی در پایتخت خبر داد. بنا به اطلاع رسمی، هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 19 ساله و نابالغ 17 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نامبردگان شب 21 به 22 ینور سال 2022 تخمینا ساعت 01:00 دقیقه با راه پنهانی به مغازه مصطفی واقع در کوچه شیروزی پایتخت که به جوان 22 ساله تعلق دارد در آمده، از آنجا 28360 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. اوید به این حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به یکی از دستگیر شدگان از 2 تا 5 سال زندان تهدید میکند. دومی را به سبب نابالغ بودنش به احتمال غالب روانه مکتب کودکان دشوار تربیه خواهند کرد.